بسم الله الرحمن الرحیم. میام امروز ما استرینگ کار میکنیم در اره. درست است؟ چه میکنیم؟ اره را میگیریم. خب در تایپ چی باشه؟ استرینگ باشه. درست است؟ لایک بطور مثال میگم نیمز. در نیمز سایز میتیم بازو مساوی با کلی بریسز سمی کالن در اینجا میامد. یک نام میتیم استرینگ است نی؟ باید چیز اخیره شود دبل کوتیشن باید اضافه شود. بازو عمران کاما دبل کوتیشن لایک طاهر. چهار نام هستند. درست؟ مشکل حل شد. نیمز هستند. نیمز بجای سالری نیمز نمیشته میشه. نیمز و امو اندکس نمبر. صحیح شو؟ مونږ یو اره واخیستله چې کوم ډیټا ټایپ لري؟ string لري. نیمز د ویریبل نوم نه ده، اره ویریبل. د سایز معلوم نه ده. د معلوم نه ده چې موږ څومره نمونه ذخیره کوو. ما څلور نمونه ورکړل، لس ورکړئ، شل ورکړئ. آله اینمیا که هستن استرینگ در تایپ دارن. نیمز ویریبل که است، اره ویریبل است. در این اره ما چهار قیمت ها را ذخیره کردیم، چهار نام ها هستن و در تایپ ازو چی است؟ استرینگ است. بخاطر ازو ما قیمت ها را داخل دبل کوتیشن گرفتیم. حالا هر قیمت که در اره است امکان داره که چیز باشه، اینتیجر باشه، فلوت باشه، استرینگ باشه، هر چیز که باشه. هر قیمت در اره که ذخیره شده این یک اندکس نمبر داره، یک اندکس نمبر یونیک داره. درست؟ کله چې مونږ اره قیمتونو ته اشاره کوو نو اندکس نمبر سره اشاره کوو ورته. هر قیمت اندکس نمبر لري یونیک. هغه اندکس نمبر زه نه ورکوم، لوپ یې ورته ورکوي. ما از طریق لوپ به چی میتیم؟ اندکس نمبر میتیم. بطور مثال اول لوپ تکرار میشه یک دفعه. چی میگه؟ جی مساوی با صفر. جی مساوی با صفر. جی که صفر است از چهار کوچک است. بله شاید درست است. میای اینمی را اکزیکیوت میکنه. چی میگه؟ پرنت کو نیمز اره ویریبل. د نیمز اره ویریبل بالای اندکس جی هر قیمت که است او را باید پرنت کنه. بالای جی کدام اندکس است؟ صفر. نیمز و صفر اندکس نمبر یعنی احمد است، احمد پرنت میکنه. جی صفر بود، جی پلس پلس شد یعنی یک شد. صفر جمع یک. یک باز کوچک از چهار است. باز میگه پرنت کو نیمز اره ویریبل بالای قیمت که در نیمز اره ویریبل و کدام اندکس نمبر است؟ یک. یعنی اینه میره پرنت میکنه. باز جی پلس پلس جی چند میشه؟ دو. بیشتر یک بود، دو شد. درست؟ دو کوچک از چهار است. بله. بالای اندکس دو در نیمز اره ویریبل قیمت چی میکنه؟ پرنت میکنه. باز پیش باید نره در اینجا ما چی میکنیم؟ میره چند میگیریم؟ خود دو میگیریم. یعنی سه تا نام ها هستند. درست؟ صفر اندکس، یک اندکس، دو اندکس. صفر تا با دو سه میشه. صفر یک دو. That's it. ایرا ما رن میکنم میبینیم ایرا چند نام ها برای ما داد؟ سه تا. ببین در آینده اگر شما یک ریکارد داریم به شکل استرینگ گرفته میشه. آینده که تاسو یو ټیبل ولرئ په ډیټابیس کې کله چې هغه راخلي د استرینگ شکل کې راخلي تاسو. نو استرینگ ډیر زیات استعمالي. نو په دې اره باندې باید ته پوه وي چې دا څنګه قیمتونه ذخیره کوي. کلیر؟ دا وایل کنیم. خب وایل میگیریم در اینجا. وایل بازو بادی آف وایل. در بالا اول چی میشه؟ انیشیلایزیشن میشه نه؟ انت اندکس نمبر خود در اینتیجر است نه؟ صفر یک دو. خب میگیریم بطور مثال آر مساوی با صفر. میم شرط وضع میکنیم در اینجا. آر کوچک مساوی است با دو. یعنی صفر تا با دو میره، یعنی سه دفعه میشه. بازو میم سیستم دات اوت دات پرینت الن. درست است؟ خود چی را پرینت کنه برای ما؟ نیمز اره ویریبل و بالا اندکس جی برای ما قیمت پرینت کنه. آر است. بالکل آر است. آی جی کا بسیار مشهور هستند در لوپ ها. بخاطر از ما یک دم نشته کردم جی. خب بازو آر پلس پلس تا که انکریمنت شد. درست است؟ رن فایل میکنم جواب میده. خب میده. مشکل نشته. هر لوپ چې ته اخلي وای اخلي اندکس نمبر باید مهم ده. بس استاد دا اور مو چې په دا پرنټن سیستم پرنټن کې ورکوم په ډېر داس کې موږ دا د دې اندکس نمبر ورکوم درې دې جمله اور د څه راخه کچېرته ز لوپ استعمال نکم. کچېرته ز لوپ دا رقم استعمال نکم
او ته غواړې ټول قیمتونه پرنټ کړي ته مجبور یې ویلې ولیکې 0 1 صحیح شو بیا څه وکړه بیا 0 نه بعد کوم انډیکس نمبر ده 1 بیا 2 صحیح شو داسې ته مجبور ده دا رقم ولیکې په دې کې مشکل دا ده چې هر ځل زه دا تکراروم نیمز هماغه نیمز ارې ویریبل ده صرف څه بدلیږي انډیکس نمبر بدلیږي ګوره پوره لاین کې صرف انډیکس نمبر بدلیږي ولې قیمت باید مخ ته لاړ شي مخکینی قیمت ته باید اشاره وشي چې ماته پرنټ کړي اوس دغه انډیکس نمبر که چېرې دا نومونه 10 دانې شي نو زه 0 نه 9 پورې باید خپله ولیکم او دا سخت انډیکس نمبر ولې ونه لیکه ګوره که چېرته وایي لوپ نه استفاده وکړي چې هر لوپ ته ته په یو سیسټم ډاټ او ډاټ پنټلین نه استفاده کوي د څو دانو نه کوي که دا نومونه 100 دانې شي ته به 0 نه 9 پورې یو دانه لیکې خپله چې 100 لاینه کېږي سیسټم ډاټ او ډاټ پنټلین 100 دانې کېږي 100 لاینو کې پرنټ کې ښه ده که په یو لاین کې یو لاین کې که نه خو دا انډیکس نمبر چې ده دا څنګه بدل کما دا د لوپ له لارې نه بدلوم یعنې آر مې ورته ویل یعنې داسې ګوره داسې ما انډیکس نمبر ورته ورکړه چې آر د 0 نه شروع کړه آر کې چې 0 ده 2 نه کم ده بالکل شرط صحیح ده نو راځي د نیمز ارې ویریبل په آر انډیکس نمبر چې 0 ده اول کې هغه قیمت به پرنټ کی پرنټلین بیرته به آر پلس پلس شي یو بشي 0 نه بعد یو بیا کوشنه ده 2 نه ده بالکل بیا به پرنټلین د نیمز ارې ویریبل په 1 انډیکس نمبر باندې قیمت پرنټ کی بیا به آر پلس پلس آر به 2 شي 2 بیا کم دي د 2 نه مساوي دي بالکل 2 نه کم نه دي مساوي دي بیا پرنټلین د نیمز ارې ویریبل په دویم انډیکس نمبر باندې 2 نمبر انډیکس نمبر باندې به قیمت پرنټ کی بیا به 3 شي 3 شرط غلطیږي دلته 3 نه کم دي نه مساوي دي د 2 نه شرط غلط دا نه ایگزیکیوټ کیږي صحیح شو د انډیکس نمبر خپل بدلی همدغه یو لاین کې بدلیږي بس انکریمنٹ کی بالکل دا ګوره دا انکریمنٹ کوي اول آر 0 دی بیا یو دلته یو کیږي بیا دام یو کیږي ځکه لوپ د بیا تکراري چې بیا تکراریږي د آر قیمت هم نوی کیږي ورسره انډیکس نمبر نوی کیږي صحیح شو نو انډیکس نمبر ورکول د لوپ له نه ډېر اسانه کیږي موږ اگر ما از لوپ استفاده نکنیم در اره کار میتونیم و باید خودتان هر اندکس نمبر جدا نوشته کنید اگر نه پرنت نمیشه تمام قیمت ها درست است اگر 100 قیمت هم باشه 100 تا نام ها هم باشن شما باید 100 دفعه سیستم دات 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 پرنتلین جدا باید نوشته کنید که 0 1 2 3 4 تا 99 از 0 تا 99 100 اندکس نمبر میشه درست دا ډوایل سره هم کولی شئ تاسو ډېر اسانه راشئ څه وکئ دلته دا به کو ختم پیش از او ما دو را میگیریم دو وایل شد نه میم دینم اینجا برش میگم سیستم دات آوت دات پرنت الن درست خود قیمت نیمز اره ویریبل و بالا کدام اندکس نمبر آر اندکس نمبر اینجا باید چی شوه آر پلس پلس یعنی انکریمنت شوه درست است اینجا قوس بسته میکنم و داخرم سمیکالن دو وایل شدم دوال اول ترمنځ څه فرق څه شی وایل او د دوال ترمنځ دوال کې یو اول غلط پرنټ کوي اول میسج په وایل کې بیا څه معنا اول میسج پرنټ کوي بل دې نه چې موږ ورته وایو چې اول استاد مخکې بیان راکوي چې باید څه وکړي په دوال ښه یادونه شرط اوس لري برابر چې کوي څه معنا ده د خبرې بسیا محمد د کشمیر مړه قیمتونه په شرط کې سره ورتوي صد دو وایل کې وایل تر هغه څو پر چې دی ځین سلفایټ کومه د بدل نمبر اف الټریشن از فیکسډ فرق یې صحیح وایل او دوال کې فکس نه ده خو وایل او دوال ترمنځ فرق څه شی شو کې بدیګ دی استاد چې دوال هغه شرط دی زی مخ روان دی ته بغیر د شرط ور ماته پرنټ کړو آفرین بغیر له شرط نه یو ځل یعنی اول ځل بغیر له شرط نه بس ټول مخکې ځي آفرین که په دوال کې شرط غلط هم شي مشکل اگر ما اشتباه بگیریم شرط اشتباه است که بار اول که صفر است او را اجرا میکنه یعنی صفر اندکس نمبر را پرنت میکنه صفر اندکس نمبر به این معنی که احمد پرنت میشه باز که یک شد صفر یک شد باز شرط چک میشه میگه یک بزرگ است از دو است نیست اشتباه است این را اجرا نمیکنه لیکن بالای صفر اندکس نمبر یعنی بار اول یا گفته میتونه یک دفعه بار اول که است او بدون شرط این را اجرا میکنه آل جواب چند میه
جواب چه راځي یو ځل چې پرنٹ شي یو ځل احمد د اولنۍ احمد د احمد برته پرنٹ کی نور نه پرنٹ کی وایل و دوال چه فرق است وایل و دوال نمبر اف ایتریشن که فیکس نباشد تعداد ریکاردها معلوم نیستند تا با کدام زمان ای باید تکرار شود تا که آخری ریکارد نگرفته و نشان نداده یا ذخیره نکنه لیکن د وایل و دوال یک فرقی است که وایل اگر بار اولم شرط اشتباه است اجرا نمیکنه کار یک دفعه هم اجرا نمیشه دوال چی میگه اگر بار اول شرط اشتباه هم است یک دفعه بار اول بدون شرط کار اجرا میکنه براتون درست است ببینین اول دوال شرط اشتباه است لیکن بار اول که صفر اندکس است او را پرنت میکنه براتون یک دفعه اینی احمد پرنت کنه مشکل نیست ای خب این پس اثر تمام لوپ ها تکرار هم میشن لیکن این بار پیشتر ما درس قبلی که ما لوپ ها را خوانده بودیم کدام هدف خاص نداشت اول یک هدف خاص داره که برای اینمی لوپ بخاطر چی کار میکنه برای اره کار میکنه که وقتی که تکرار میشه هر بار که تکرار میشه تمام قیمتای اره را بگیره و پرنت کنه برای صحیح است بخاطر از او هم لوپ ها سر تکرار میشه و نصف لوپ ها هم تکرار میشن بعدن که ما بخیر حال شروع میکنیم ملتی دایمنشنال اره دو شما میبینین باز که نصف لوپ باید استفاده شد ملتی دایمنشنال اره صحیح است سو بسشته چې په دې مقصد نه پوښوي د اره یا د لوپس ګوره بیان درته ښه اره چې دا څه شي ته وایي چې کله موږ یو نه زیات قیمتونه ویریبل کې ذخیره کول غواړو this is called array دې ته اره وایي اوس چې اره قیمتونه اپریشن یا عملیه په تر سره کوي که هغه پرنٹ کولی که ذخیره کول وي صحیح شو کنه نو ته باید د لوپس نه کار واخلي صحیح هغه انډکس نمبر ډیر په اساني ورکول کیږي لوپ لاره بسیار آسان میشه از طریق لوپ ما که یک عملیه را اجرا کنیم بالای اره درست است خب بیاین اینجا حالا ببینید اینمی اره است پیش از پیش قیمت ها را داره درست ما میم یک کمی ای را دیلیت میکنم حالا میم تمام فوکس ما بالای اره میکنیم درست در اینجا ما سایز نمیتیم چیست اگر یک نفر برتان میگه ببینین شما مستقیم قیمت ها را دادین چی باشه اگر ما خواسته باشیم که نموتو نام برش میتم که نیمز بالای نیمز اره ویریبل و بالای اندکس صفر یا قیمت دلخواه ما میتم با نام عمران خلاص این نموتو جدا جدا میتم صحیح است نیمز بالای اندکس یک مساوی و چی باشه باید بطور مثال اجمل باشه هر نام که باشه باید ای تو انجام شوی نمی کار و در C++ هم ای تو کار ما انجام داده میتانستیم چرا در جاوا ایرر میده برای ما قبول نمیکنه variable names might not have been initialized با چی معنی میگه شما نیمز اره ویریبل گرفتین نه سایز داره نه قیمت داره شما پایین جدا فردی هر اندکس نمبر را قیمت دادین و ما امیر میخواستم که جدا جدا هر اندکس باید قیمت داشته باشه چرا قیمت نمیده اینجا بایی قسم بایی شوا بایی روش قبول نداره جاوا که شما اینمو تو یک سایز نداشته باشین به این شکل و جدا جدا هر اندکس نمبر چی بتن یک قیمت بتن از این طریق شما استفاده کردن نمیتونید یک روش دیگه است به نام رفرنس بای آبجکت اره بای آبجکت یا بای رفرنس شما گفته میتونین مونږ اره ته وزره آبجکت جوړو څه جوړو آبجکت څنګه جوړیدم خبر یک دیتا سو کلاس آبجکت نه دی ویلی شما نه خواندین نه د کلاس سره استاد نوم نمچاس ورکو هغه کې آبجکت ورکو آفرین بالکل هم دشه ده در اینجا چی میکنیم خواه و بسیار زیاد که استفاده میشه اینمی است شما بعد از اینمی کوسار که اضافه کردین بعد از او مساوی و از او قیمت ها رو نمیتین آبجکت اینمی اره را میسازین آبجکت اینمی اره را میسازین یاد ساته کلش تاسو دغه اره استفاده کوي دغه نه او دې ته تاسو قیمتونه ورکړئ دا چې څنګه ډیکلیئر کړه ځای نیسي په حافظه کې څه کوي ځای نیسي د حافظه جای میگیره وای خوب نیست که جای میگیره وقتی که دیکلیر شد جای میگیره بس صحیح است ما چی میگم برش ما میگم که نه خیر ایتو نباشه باید تا وقتی که قیمت ها نداده باشیم جای باید نگیره دا خود خبر نکنم چه جای نیستی مخی نه مخی ما برش میگم یک رفرنس برش میدم
یک جای برش چیز مشخص میکنم که در اینجا باید اگر خواسته باشی قیمت ها را ذخیره کن، اگر نه نکن. یک جای موقع را برش مشخص میکنم، یک رفرنس برش میتم، حواله برش میتم، آدرس برش میتم. اگر خواسته باشی قیمت ها را ذخیره کن، اگر نه نکن. جای نمیگیره تا وقتی که شما قیمت ها را ذخیره نکرده باشین. اما روشی که پیشتر بود دو جای میگیره. درست است؟ حالا برش میگم اینم اینجا نیو نوشته کن. نیو یک کیورد است بخاطر مشخص کردن آبجکت یا رفرنس یا برای یک اری از استفاده میشه. کله چې موږ غواړو آبجکت جوړ کړو یا رفرنس ورته وټاکو نو موږ د نیو کیورد نه څه کوو استفاده کوو. بیا به راشم دلته ورته ووایم چې ښه په دغه ځای کې څه وکړه بیرته ولیکه سټرینګ ته به راشي دلته ته سایز ورکړه بس خلاص. string در اینجا چی است؟ خب ما براتون گفته بودم در اول که string در جاوا دیتا تایپ هم است و دیگه چی است؟ نه کیورد خو است دیتا تایپ هم بود نه؟ خب ما میفهم زیاد بحث نکرده بودیم بالای زو درست؟ نه فانکشن نیست از فانکشن هم بالا است کلاس ده بالکل که په یاد مو په دغه ځای کې ما تاسو ته ویلي وي وخت چې string کلاس هم دی صحیح است چرا که یک کلاس هم است دیتا تایپ هم است اری را ما ساختیم لیکن این کلاس هم است دیتا تایپ هم است بخاطر از ما از نیو کیورد استفاده میکنیم و پس نشته کردیم string 5 به چی معنا ببینید اینمی نیمز که است این نام شما معرفی کردین نه جوا خو نکرده این خالی است یا نیست این میتونه معلومات بگیره نه سایز هم مشخص کرده میتونین در اینجا نه سایز داره نه قیمت ها داره خالی است صحیح است ایره شما انیشیالایز کردین از طریق نیو کیورد چطور string 5 یعنی the string data type یا string کلاس 5 موقعیت ها را بگی و با کی میتا بینمی اره ویریبلی که شما معرفی کردین با این میتا یعنی مکمل اینمی 5 موقعیت ها را میگیره با کی میتا اساین میکنه بینمی ببینید در ویریبل ما چطور قیمت ها را ذخیره میکنم end age مساوی با 90 با چی مانا 90 میتا از طرف راست به طرف چپ ذخیره میکنه نه این بار ما قیمت ها را ذخیره نمی کنیم 5 موقعیت ها را برش میتونم با نیمز اره ویریبل که تو 5 موقعیت ها را بگی در 5 موقعیت ها هر چیز که ذخیره میکنیم ذخیره هر نام که خواسته باشی یعنی ما 15 موقعیتونه ورکل نیمز اره ویریبل تا جای نده نیواله اوس هم جای نگرفته ده اینجا میموری که دا جای وقت مشخص شوی خو خالی ده جای نیواله نده صرف حواله ورکړی بس مثال ساده مثال زده کوم زده ته ما څوکۍ د ستاله هوټل ته کیناستل نه نه صرف رفرنس مې درکړی کله کیناسی بس هغه ستا څوکۍ شو ما فی الحال جای نگرفتم در حافظه اوی جای نمیگیره خواه ریزرو نمیکنه مموری اوی خوب است ببینید ما چی گفتیم که 5 موقعیت ها را بگیر از طریق نیو کیورد 5 موقعیت های استرینگ را بگی و با کی میتا اساین کو انیشیالایز کو بین نیمز اره ویریبل درس آله ای اگر خواسته باشه جدا جدا هم میتونه که دو ذخیره کنه به طور مثال نیمز او زورتا ما چه نیمز یاد ساتای مخکې مونږه ډایرکټ قیمتونه ورکول انډکس نمبر هم نه مشخص کوو چې یوازې قیمتونه ورکوي د دې لارې نه به استفاده کوي او بیا ته کولی شي ځان ته هر انډکس ته قیمت ورکړي آیا ما میتونیم انډیویژولی فردی به هر انډکس نمبر یک قیمت جدا بدیم 0 انډکس مساوی کو با کدام نام با احمد درست با احمد سمی کالن باز برش میگم نیمز کدام انډکس نمبر است یک بالای کدام قیمت هم میتونم بطور مثال عمر سمی کالن بالای نیمز اندکس نمبر 2 بالای مساوی با دبل کوتیشن لایک مریم and then semicolon بالای چی هستن نیمز بالای اندکس چند است 3 مساوی با چی باشه باید حمید باشه بالای نیمز اندکس 4 5 سایز داریم نه 5 تا قیمت ها ذخیره کرده میتونیم جدا جدا فردی ما هر کدامش ذخیره کردیم اینجا درس آل جای گرفته در بالا نگرفته گورم دیر خیر از ایده سی با این مالا در اینجا دیگه یک فایده هم داره خواه اگر شما 5 موقعیت ها را برش دادین در اینجا با نیمز اره ویریبل 3 قیمت ها برش میتین 3 قیمت های جای زور گرفته مکمل نگرفته او که استفاده کنین باز میگیر او دلتا نه تو سوچ قیمتونه ورنه که زین نیست
د 15 نه زیاته وایي ولې نشي زیاده 100 ورکه 50 نه خو چې قیمت 15 اعلان دی بیا خو نه کنه. ببینید اگر شما سایز 5 معرفی کردین درست 5 موقعیت هستن شما ششم اگر میتین چی میشه باز که موقعیت ندارین چطور ذخیره کرده میتونین نمیتونین بیا د 15 پرنټیش کړو یا اگر سره فلپی او نه ناراضی چه شي کیږي ښا خب اینم مشکل هم دی اینجاست. خب براتون میگم آخه خب بیا این مشکل نه بلکه اما مشکل که نداره او را ببینیم که چطور است. راځي دلته بسو کو سیستم اوس باید پرینت کومه حالا پرینت میکنیم یه خو اینیشیالایز شد نه اینیشیالایز شد بین سیستم دات اوت دات پرینت ال پرینت ال نیمز و کدام ایندکس 0 باز همون تکرار شده میره بین خیر است بار اول است ما را تکرار میکنم. حالا میگم بالای هر ایندکس نمبر د نیمز اری ویریبل بالای هر ایندکس نمبر کی قیمت دادیم او را پس پرینت کو وقتی که پرینت میکنین آوتپوت میتین بازم چی مشخص شوه ایندکس نمبر باید مشخص شوه 0 1 2 3 و 4 آخر ایندکس نمبر 4 است. این برای ما چی میکنه پرینت بین هر ایندکس نمبر جدا جدا معرفی کردیم و قیمت برش دادیم بازو با هر ایندکس نمبری که در نیمز است او را ما پرینت هم کردیم جدا جدا. رن فایل میگم برش رن فایل ببینید پس احمد عمر مریم بارزو حمید اجمل برایتان پرینت کرد. یا سیستم اپ نیست کارش کولای شو خب ما فعلا ندی وقتی ما تو خواستیم که همون تو باشه. اگر 500 نام باشن شما باید 500 دفعه این را باید نشته کنید ایندکس نمبر را باید تغییر بدید درست است. خب اول میم از طرف بالا اینیشیالایزیشن هم جدا جدا کردیم نه این تکرار است بالای نیمز 0 ایندکس نمبر بالای نیمز 1 ایندکس نمبر نیمز 2 ایندکس نمبر نیمز 3 و نیمز 4 ایندکس نمبر صحیح است. این باز تکرار شد چه کنیم که از تکرار خلاص شیم ما از لوپ کار میگیریم ما یک دفعه چطور نشته کنیم در اینجا بین درست است. حال ببینید ما برشان میگم در اینجا که بیا اول یک لوپ بی فار لوپ میگیریم یا وایل میگیریم مشکل نیست انت آی مساوی با 0 آی کوچک مساوی است با 4 آی پلس پلس بازو بادی است. این بادی بخاطر اینیشیالایزیشن است نه برای پرینت صحیح است آوتپوت نیست system dot out dot print ln اگر در اینجا بیایم این را ما پرینت کنیم خب قیمت خونه دادیم چطور پرینت کنیم پیش از اینکه ما پرینت کنیم باید چی شوه اینیشیالایز شوه باید چطور میگیم برش در اینجا بیایم نیمز و کدام ایندکس نمبر 0 ایندکس نمبر باز تکرار میشه نه خب بیا تکراری با نشته کنیم 0 ایندکس نمبر بالا از یک قیمت میتیم ها 0 پاک کنیم با جای 0 چی میه آفرین آی میه ایندکس نمبر را کی ذخیره کرده ولی آی ذخیره کرده صحیح است نیمز ایندکس نمبر آی ذخیره کرده درست است. حال ببینید شما صرف نشته کردین نیمز آی ایندکس نمبر ایرا پرینت کنه ایرا چی کنه ایرا در رن تن قیمت میتین بایی مشخص کنین در اینجا ما خوازی خلاصی پیدا کرده بودیم نه که نمو تو نشته نکنیم که عمر احمدی نمی چیزا صحیح است. باید چی شود اینجا رن تایم چطور قیمت بگیریم رن تایم که چی قیمت اخیسته مونگ یا ویریبل لپاره چی نمی استفاده کولا یوزر نم چی انپوت اخیسته رن تایم ما که رن تایم اینیشیالایزیشن میکنیم یا یوزر انپوت میگیریم از چی استفاده میشه از کلاس سکینر دا مه روای خان در نهیب نشی input is equal to new scanner یک کنسترکتر است و داخل کنسترکتر کدام پرامیتر بود system dot in input یعنی سیستم تا زه input ورکو مده یوزر صحیح آبجکت از او را ساختیم آلی چی میگم برش در اینجا میایم و ای را مساوی میکنم نیمز اره ویریبل است نه ویریبل است بالای آی ایندکس نمبر مساوی کو از کجا قیمت میتیم از input dot next چی باشه باید next line یا next صحیح وګوره اره چې names دا د names ډیټا څه شي دا string دا کنه وګوره string نو next با اخلي یا next string با اخلي بس next بگیرید اینجا خلاص شد.
حالا چی میشه خواه؟ ببینید شما یک اره ویریبل دارید با نام names. در چند قیمت ها را ذخیره میکنید؟ 5 تا. از یوزر باید بگیره. با خاطر از اینکه از یوزر اینپوت بگیره ما در رن تایم اینیشیالایزیشن انجام بدیم از کلاس اسکینر و آبجکت از او استفاده میکنیم. ما آبجکت کلاس اسکینر را ساختیم. حالا چی میگم برش؟ این names اره ویریبل است. درست؟ در اینپوت در قیمت میتیم بالا کدام ایندکس نمبر؟ آی ایندکس نمبر. آی چی است؟ ویریبل لوپ است که 0 تا به 4 ایندکس نمبر ها را ذخیره میکنه. درست است؟ و ایره تکرار میکنه بالا میره. اول names آی ایندکس نمبر 0 است، ایره یک قیمت داد. پس آی پلس پلس میشه 1 میشه ایندکس. باز شرط یک میشه آی کوچک از 4 است. بله میاد names بالای ایندکس 1 در رن تایم قیمت میگیره. پس میره آی پلس پلس 2 شد ایندکس. دو باز کوچک از 4 است. باز میاد names بالای 2 ایندکس نمبر از یوزر اینپوت میگیره در رن تایم. باز 3 میشه 3 کوچک از 4 است. باز میاد names بالای ایندکس 3 یک از یوزر یک قیمت میگیره از طریق اینپوت دات نکست. باز او 4 میشه 4 از 4 کوچک است؟ نه خیر مساوی است. بله names بالای ایندکس 4 در رن تایم قیمت میده بشه. یعنی هر بار لوپ ایندکس نمبر ها را تغییر میده و در names اره ویریبل قیمت ها را با مو ایندکس نمبر ذخیره میکنه قیمت ها را. کار هدف اینمی لوپ چی است؟ برای اره در رن تایم قیمت میده 5 قیمت ها را میده. این هدف پروگرام ماست. درست؟ باز که با آوتپوت میتیم پرینت کردیم او باز جدا جدا هستن. برازوم شما لوپ گرفته میتونید. حالا فعلا بیاین برای که ما ببینیم در رن تایم چطور قیمت داده میتونیم در یک اره. ما بیاین در رن فایل و ببینین در یک لاین تمام اینیشیالایزیشن انجام میدین شما. یو لاین که طول کار نمیکنه. زن تنه دیوس. سشوا؟ جب در رن کم رن فایل حال شما میبینید دین اینجا. این پرامپت است. پیام نداره شما پیام نشته کرده میتونید مشکل نیست. درست؟ بیاین نشته کنید. همین انتر ایندکس 0 شد ایندکس 1 آمد. ایندکس 1 2 3 و 4 در اصل چند میشن؟ 5 تا میشن. 4 ایندکس پرینت کنین پس براتون امورا پرینت میکنه. اینمی پرینت شد. ببین از یوزر قیمت ها را گرفت بس او را هر کدام جدا جدا چی کرد؟ پرینت کرد. ما در اینیشیالایزیشن یعنی قیمت را که ذخیره میکردیم در یک لاین انجام دادیم از طریق کلاس اسکینر و از طریق لوپ که برای هر ایندکس نمبر چی میده؟ یک ما قیمت ذخیره میکنیم از طریق ایندکس نمبر در اره. اوس دا څنګه کو دا هم تکراری ده کنه ولی دا نشو کولای لوپ کې واخلو کولای شو راځي دا وایل لوپ لار نه کو شما میتون فور بگیرین مشکل نیست. وایل دا وایل اول چی باشه؟ باید لوپ کې اول سر کې چی راځي؟ ویریبل اول باید ډیکلیئر شي انیشیالایز شي. صحیح جی مساوی با 0 یم 0 است که پرینت میشم بالای 0 ایندکس نمبر شروع میکنه. صحیح است. بازو وایل بازو در اینجا بادی آف وایل بازو شرط وضع میکنم در اینجا آی کوچک است یا مساوی جی کوچک یا مساوی است با چند؟ با 4 تمام باید برای ما پرینت کنه. حالا چی میکنه در اینجا؟ system dot out dot println. این بار آیا ما اثر تمام برای هر ایندکس نمبر نشته کنیم system dot println؟ نه بلکه یو ځل باید. حالا چی میگم برش؟ همون names اره ویریبل که است او را پرینت کو. خب کدام ایندکس نمبر را پرینت کنم؟ جی را پرینت کنم و جی باید اضافه هم شوه نه انکریمنت شوه جی پلس پلس خلاص that's it. خب شما ایتون نیست که باید نمیرن لوپ فار لوپ بگیرین یا وایل بگیرین. خوب است که دا وایل زیاد کار کنه و هدف ما چی بود؟ در اینجا که شما از فار و از وایل دو استفاده کنین تا که مکمل فهمیده باشین لوپ ها و اره فرق نمیکنه. حالا بین هدف فار لوپ چی است؟ اینیشیالایزیشن میکنه از یوزر اینپوت میگیره در رن تایم در اره قیمت ها را ذخیره میکنه و برای ما در وایل لوپ چی کار انجام میده؟ برای ما پرینت میکنه بالای ایندکس جی و نام اره ویریبل چی است؟ names. ای برای names از 0 تا به 4 ایندکس نمبر قیمت ها را ذخیره میکنه و این لوپ چی میکنه؟ بالای names هر ایندکس نمبر که قیمت بالای ذخیره شده او را برای ما پرینت میکنه از 0 تا به 4. بین رن کنیم رن فایل. حالا میگه برایتان نام ها را نوشته کنیم. انتر پس برایتان پرینت کنیم.
ببینین از طریقی که لوپ ها استفاده میکنین کدتان بسیار کم میشه، حجم از او زیاد نمی باشه. بسیار با آسانی ببینین انیشیالایزیشن کردین در رن تایم، از یوزر اینپوت گرفتین و برایتان پرینت کرد در یک لاین. مشکل است؟ نیست. استاد دستی که وایست یا نمبر کو کمار داری رو پرینت کی کاری اونم دوزر پرینت کی سلام وارث وقت وارث پرینت کی امران وقت امران وقت پرینت کی سوزلی پرینت کی انداز رو واره یعنی مطلب دا غلط شه نوم سی بیانم بیا پرینت کی دا چې نمبر په ماته پرینت بیا نمبر کو بیا پرینت او کولای شي تا بعد سی وکا ای میگن که ما وقتی که انیشیالایزیشن میکنم هر بار دامو ساعت برای ما پرینت هم کنه. یه بسیار آسان است. چی کنیم باید روز تا انیشیالایزیشن نباید پرینت شی سو کم در کجا پرینت میکنیم؟ آفرین سیستم چیر تاخلو چی قیمت میور که آغی نباد کم زایده در کم نه؟ در دینا؟ ویری گود اندازه نمینجا می گرفتم ایتان مشکل نیست. خب گود کوشن امی سیستم رو بگیرین این امیرا کت کنین ده اینجا بیارین پیست کنین. خب جیر خدا میشناسنه امو آیا پس برش میگین مشکل نیست. ضرور نیست که آیا یک دفعه استفاده شده میتونه با خاطر انیشیالایزیشن، نخیر برای پرینت هم استفاده شده میتونه. آل ایره ختم کنین. درست است؟ اینمو تو آل امی فالوب دو کار اجرا میکنه. چرا که ایندکس نمبر داره نه نیمز بالای صفره آی ایندکس نمبر قیمتا را هم میگیره ذخیره میکنه و با امی ایندکس او را پرینت هم میکنه. پس آل بار اول چی میشه؟ ایک اکزیکیوت میشه از شما نام میگیره از یوزر که گرفت ای او را نام پرینت میکنه با همون ساعت پرینت میکنه. پس از سر میره آی پلس پلس بازی نمی میای بار ایندکس اول قیمت میگیره ایندکس اول برایتان پرینت میکنه. بیاین ای را پرینت کنیم رن فایل کنیم ببینید. امرش میگم حمید انتر حمید پرینت کرد باز پیش رفت. عمران پرینت کرد. خالد پرینت کرد. عمر پرینت کرد. محمد پرینت کرد. کلیر؟ سیکونشل اکزیکیوشن اجرا میکنه با ترتیب از بالا با پایین می کار اجرا میکنه. و این لوپ هر کار کده میتونه، هیچ مشکل نیست. کلیر؟ خب اینمی که هستن این بسیار خوب روش خوب است که شما از این استفاده زیاد میکنین از رفرنس تایپ یا آبجکت از طریق آبجکت که ما برش میگفتم میتونیم از این طریق زیاد استفاده میشه و شما هم کوشش کنین در زیاد کار کنین مثال زیاد استفاده کنین. درست است؟ یک کار خانگی براتون میتونم شما را اجرا میکنین همون استرینگ هم اجرا میکنین. ببینین امی ما که براتون تاسک میتونم هدف از اینمی است که خودتان یک مثال کنین متفاوت یک کار کنین. درست؟ بیاین اینمو یک کار میکنین. یک اری را میگیرین شما یک اری را که دیتا که از فلوت باشه و ده قیمت های مختلف ذخیره کنه. ده قیمت ها 10 values of float ذخیره کنه و از طریق هر لوپ که باشه فور نباشه وایل یا دو وایل باشه. صحیح است؟ وایل یا دو وایل باشه. درست؟ ایتون نیست که فور لوپ نمیتونه این کار اجرا کنه. نخیر وایل و دو وایل زیاد استفاده میشن زیاد استفاده کنه. دا قیمت ها را فلوت ذخیره کنه در یک اری باشه. درست است؟ او را تمام چی میکنین شما؟ جمع میکنین مجموعه زورا پیدا میکنین. و طور مثال اری ویریبل است به نام سالری. در سالری دیتا که از فلوت است 10 معاشات ذخیره کنه. 10 معاش ذخیره میکنه تمام معاشات جمع میکنه مجموعه 10 معاشات برای ما پیدا کنه که چند میشه. صحیح است؟ sum of all salaries of array پیدا میکنه از طریق وایل یا دو وایل. مشکل خونیست دی. آفرین. خب آلی میم یک سوال کده بودن کی سوال کده بود نمیفهم. ما اگر اندکس چند داریم اما تو مثال ساده را کار میکنم اینمی صحیح است؟ اینمو تو ما چند سایز داریم؟ 5. باید ما 5 قیمت ها را ذخیره میکنیم. 0 اندکس 1 2 3 4 آخر اندکس 4 است 5 میشن از 0. درست؟ مکمل شدن. آیا شما 5 سایز دادین باید 5 قیمت ها را ذخیره میکردین. شما وقتی قیمت ذخیره میکردین یک اندکس اضافی گرفتین در بالا معرفی نشده سایز که 6 تا هستن 5 تا هستن
5 تا و اینجا پوره شده، شما یکی را اضافه انیشیالایز کردین، یکی را اضافه گرفتین اینجا. حالا چی شده باید؟ چی میشه در اینجا؟ آیا اکزیکیوت نمیشه؟ آیا ذخیره میشه؟ نمیشه؟ چی میشه؟ نه اکزیکیوت کیږي، یعنی کمپایلر ایرر ورکړي، ایرر ورکول ته ایرر ورکړي. چې ذخیره نشي او رن هم شي ځواب شي راځي خالی ګډ یو خالی معنا بالکل هیڅ همدا برته ذخیره کیږي یعنی very good یو کدا څلور نمونه انډیکس نمبر کوي د اخري نه کوي هیڅ شی نه راځي د اخري نه کوي نور راځي یو استاد چا د گاش نه است دمی اضافه د زمینه نه هیچ هم نشان نمیده. نشان میده استاد دیگه نفهمیدم. شما 50% گفتین میایش و 50% گفتین نه. نه استاد 0 تا 4 نشان میده. پنجم نشان. یو نمیاد. شما شاید یک جواب بسیار یک چی میگه عجیبه به نظرتان میاد. خب درست است. ببینین چی میگه ها اکسپشن است. thread main java lang array index out of bound. این هم یک اصطلاح است ها. array out of bound. out of bound به چی معنی؟ boundary میشه است مرز. خارج از مرز شدین شما. out of boundary شوید است. ده اصطلاح است دکی ها دیر خدا. out of bound and out of boundary شوید. این دیر زیاد اضافی هغه مرتبه کړی. جاوا رزلټ کې ورکړي ها هغه ډېرې معناګانې درلودلی شي. صحیح ده. زه ایکسپشن ته نظم فعلال what is exception تاسو وایئ try catch کې exception handling دلته څه مشکل ده څنګه حل کوو موږ دې ته موږ راځو. صحیح ده. exception تاسو نه ده ویلی ما ایرا باز بحث میکنیم. این تاپیک جداست. فی الحال شما نمیتونید این کار کنید. ما نمیگم که کمپایلر کمپایل نمیکنه. کمپایل که میکنه جواب براتون داده نمیشه. out of bound شد. out of bound اینمی اصطلاح زیاد استفاده میشه. out of bound یعنی boundary شدن شما. کدایست کنسترکتر مو بولدی ها کدایست کنسترکتر مو بولدی نه خیر کنسترکتر موږ دلته فعلا ذکر نکوو ضرورت هم نشته. دا خپل د اری مشکل شو. زموږ مشکل شو چې په اری باندې ډېر برډن شو ور باندې ډېر زیات انډیکس نمبر یې هم نه دي. موقعیتونه تاسو ورته چې 15 او د شپږم هم ورکوي. ببینید صد شما مشخص کردین 5 تا چرا ششم قیمت داریم برش. این مشکل است. out of bound میشه. درست است. خب در اینجا out of bound زیاد مثال هستند. اگر ما بیایم مثال قبلی انجام بدیم اگر بیاین نمیجا اگر شما چی میگه اگر پرینت کنیم باز حل میشه. ایندکس 5 تا بایوارو. ببینین مشکل در اینجا نیست که شما پرینت میکنین. مشکل در اینیشیالایزیشن بود. او هیچ موجود نیست. او را که ذخیره نکرده پرینت چطور میکنه؟ یک چیز که اینپوت نشده اوتپوت از اون میته برایتان نمیته. نه این همی مشکل است. این out of bound است. یک تاپیک جداست. بخیر را ما تشریح میکنیم برایتان. درست است. باید تشریح شی چې out of bound این څه معنی اصل کې. زرا زما مخکنی طریقې ته اینجا میم برش میگم که اینجا چی است؟ end. صحیح است. end marks نمی اری است که مطابقش میتونم در اینجا سمی کالن برش میگم 10 20 30 چند اندکس نمبر هستن؟ 3 0 تا 2 صرف این امیر تغییر میتونم با مارکس. این امیر هم باید تغییر بتن دا مارکس و این هم باید تغییر داده شود دا مارکس. درست است. اگر ما این امیر برای ما پرینت میکنه مشکل نیست. این روش قبلی است. درست. رفرنس تایپ نیست. اگر ما بیایم امیر بس چی کنم کاپی و پیست کنم در این اینجا چی میگم برش پیست و اندکس 3 آیا اندکس 3 است؟ نیست. نه ما انیشیالایزیشن نداریم لیکن در پرینت ایر انجام دادیم. آلی ببینید چی میگه خواه میگه دا 20 سی لیکن یک را نشان نداد. میگه مشکل در کجاست؟ در آخری اندکس نمبر است. دا 20 سی در مشکل ندارین شما. در این روش برایتان کاری که درست است او را اجرا کردم
کار که مشکل داره او را اجرا نمیکنه. مشکل په پرنټینګ کې ده. تا چې کله ته قیمت ورکړې او یاد ساتئ اگر ما بیایم د نمینجا برش میگم اینمی اندکس نمبر ها شدن درست چل آل خود درست است. اگر آل اینمی را دلیت کنم باز چی میشه؟ اوس ګوره تاسو انیشیلایزیشن کړئ آوټپوټ نه درکوي درته صحیح. دا بعضې شیان دي چې تاسو باید دا په نظر کې وساتئ. کوشش وکړئ څومره انډکس نمبر چې شته هغومره پرنټ کړئ هغومره انیشیلایز کړئ. کم زیادوی ما یک چیز داخلی برایتان میگم. اگر یه نفر برایتان گفت که ببینید اینم اینجا خب این تاپیک وقت ما کم است. اگر ما یک دیگه چیز بگیریم نمبرز اری را بگیریم نمبرز درست صحیح شد. این تاپیک زیاد میشه باز این به این روش انجام نمیشه. این ما میگیم که قیمت های یک اری را به دیگه چطور انیشیلایز کنیم. دیو اری قیمتونه بل تا څنګه ورکو صحیح است. اس طریقې لوپ میشه باید شاید یک اندکس را انیشیلایز کنیم یکی را نکنیم. این کار را باز میکنیم صحیح است. یک آپریشن است این را باز اجرا میکنیم. کار خانگی تان خدایتان است درست. شما قیمتا ده معاشات میگیرین ده فلوت ده اری وریبل تمام جمع میکنین و برای ما پرنت کنه که توتال تمام معاشات اینه میشه از طریق وایل یا دو وایل. It's enough for today.